درود و مهر به رازجویان آسمان، به کانال آستورهیل خوش اومدین. امروز یه ویدیوی خیلی خاص و پرشور داریم درباره نشان قوچ. اولین نشان زودیاک که پر از انرژی و جرأته. اگه خودتون قوچ هستید یا یه قوچ توی زندگیتون دارین، این ویدیو برای شماست. قراره همه چیزو در مورد این نشان آتشین بگیم. از ویژگی‌های جذابشون تا رنگ‌ها، سنگ‌ها، استایل و حتی اینکه با کدوم نشان‌ها جور در میان. قوچای کانالم کجان؟ توی کامنت‌ها یه علامت آتش بذارین که بدونم کجایین. قوچ‌ها به خاطر سیاره حاکمشون مریخ پر از انرژی و شجاعتن. این نشان نماد شروع‌های جدید و روحیه جنگجوییه. توی این ویدیو قرار عمیق‌تر بشیم و ببینیم قوچ‌ها واقعاً چه کسانی هستند. آماده اید؟ خب بیایید اول ببینیم که قوچ اصلاً چه جور شخصیتیه. قوچ اولین نشان زودیاکه، یعنی همیشه دوست داره نفر اول باشه. این نشان متعلق به عنصر آتیشه، مثل لئو، قوس و سیاره حاکمش که مریخه. وقتی از قوچ حرف میزنیم در واقع داریم از نقطه آغاز هستی صحبت میکنیم. لحظه‌ای که چرخه زودیاک از 0 درجه شروع میشه. قوچ همون جرقه اولیه آتیشه که جهان رو روشن میکنه. اولین نفسیه که نوزاد بعد از تولد میکشه و اولین فریادیه که میگه من اینجام. همین انرژی خام و بی پرواز که تموم جوهره قوچ رو میسازه. قوچ نشانیه که زیر سلطه عنصر آتش قرار داره. آتشی که فقط گرما نمیده بلکه راهو باز میکنه. همون شعله‌ای که تاریکی رو میشکافه، سرما رو پس میزنه و مسیر تازه‌ای رو شروع میکنه. اما آتش قوچ مثل شومینه آروم نیست، مثل مشعل جنگله، خالص، نایپادار و بی‌صبر. همیشه آماده حرکت و همیشه آماده شروع. قوچ کیفیت کاردینال داره، یعنی انرژی آغازگری. این نشون نمیخواد وسط راه باشه یا پایان ماجرا رو ببینه. اونجا که همه هنوز مردد هستن، قوچ پاشو جلو میذاره و میگه بیاید من شروع میکنم. و درست به خاطر همینه که تو زندگی قوچ‌ها اغلب پیشرو، رهبر یا دست کم اولین آدمی هستن که مسیر رو امتحان میکنن. حاکم این نشان مریخه. مریخ خدای جنگه، اما معنای جنگ در قوچ فقط مبارزه فیزیکی نیست. جنگ یعنی اراده، میل به حرکت، شجاعت و توانایی مواجه با چالش‌ها. مریخ در قوچ به فرد انرژی بی‌نظیری میده، اما این انرژی گاهی به شکل عجول بودن، خشم سریع، بی‌صبری و خشونت لحظه‌ای ظهور میکنه. قوچ‌ها غالباً پر انرژی، سرسخت و جسورن، اما وقتی کنترل نکنن، این خصلت‌ها میتونه باعث ایجاد تنش یا برخوردهای ناخواسته براشون بشه. قوچ مثل شعله‌ایه که به محض دمیده شدن همه جا رو روشن میکنه. گاهی این شعله بی پرواز میسوزه، راه خودشو میخواد باز کنه و جلو میره، حتی اگه دیوار سر راهش باشه. همینجاست که میفهمی قوچ نماینده شجاعت، آغازگری و اراده خام زندگیه. این نشان نمیخواد صبر کنه، نمیخواد قوانین رو مو به مو دنبال کنه. اون فقط میخواد بره و تجربه کنه، زندگی کنه، حتی اگه 1000 بار زمین بخوره. قوچ‌ها اغلب سریع تصمیم میگیرن، زود عصبانی میشن و حوصله‌شون زود سر میره و اگه محدود بشن ممکنه واکنش‌های خشن یا انفجاری از خودشون نشون بدن. اونها عاشق رقابت و حرکت هستن و تمایل دارن همیشه پیشرو باشن. اما در کنار این خصلت‌ها وفاداری، شجاعت و صداقت از ویژگی بارزشونه. و اما در سایه قوچ خطراتی هم هست. لجاجت، خشم سریع و بی‌صبری.
و این باور رو دارن که همیشه باید در خط مقدم باشن. اینجا جاییه که قوچ باید یاد بگیره قدرت واقعی در مدیریت انرژی خامه، نه در مصرف بی پایانش. وقتی قوچ یاد بگیره انرژیشو مدیریت کنه، از یک جنگجوی خام تبدیل میشه به یک قهرمان واقعی. از نظر روانشناختی قوچ حکم کودک زودیاکو داره. کودکی که سرشار از انرژی و اشتیاقه، صادق، بی‌ریا و بی‌صبره. کودکی که با همه وجودش میخواد زندگی رو تجربه کنه. همونقدر که میتونه پر انرژی و الهام بخش باشه، همونقدر میتونه زود خسته شه، زود از کوره در بره و یا وسط کار رها کنه. قوچ به آدم یاد میده که همیشه تو زندگی نیاز داریم یه بخشی از وجودمون کودک باقی بمونه. اون بخشی که میگه بپر تو دل ماجرا، تجربه کن، بخند، زمین بخور و دوباره بلند شو. یکی از درس‌های بزرگ قوچ اینه که شجاعت همیشه لازمه، اما شتاب زدگی میتونه به قیمت از دست دادن انرژیت باشه. قوچ باید یاد بگیره که همیشه لازم نیست همه چیزو در لحظه بگیره یا همه جا برنده باشه. گاهی ارزشمندترین پیروزی صبر کردنه و این چیزیه که مسیر زندگی بهش یاد میده. شما قوچ‌ها کدوم ویژگیتون رو بیشتر دوست دارین؟ شجاعت، انرژی یا صداقتتون؟ توی کامنت‌ها برام بنویسین. حالا بیایید با هم در مورد نقاط قوت قوچ‌ها حرف بزنیم. قوچ‌ها یه جورایی مثل شعله آتیشن، گرم، پرنور و پر از زندگی. اولین نقطه قوتشون شجاعته. قوچ‌ها از هیچ چیزی نمی‌ترسن. مثلا اگه توی موقعیت سختی باشن، اولین کسایین که میرن جلو و بقیه رو هم با خودشون میبرن. دومین نقطه قوتشون انرژی بی‌نهایتشونه. قوچ‌ها انگار یه باتری داخلی دارن که هیچ وقت تموم نمیشه. همیشه آمادن که یه کار جدید رو شروع کنن، از یه پروژه کاری گرفته تا یه ورزش جدید. سومین نقطه قوتشون روحیه رهبریشونه. قوچ‌ها به طور طبیعی مدیرن. اگه توی گروه باشن، معمولاً اونا هستن که تصمیم میگیرن و بقیه رو هدایت میکنن. خب هیچ کس کامل نیست، حتی قوچ‌های دوست داشتنی. بیاید یه نگاهی به نقاط ضعف قوچ‌ها بندازیم. اولین چیزی که به چشم میاد تکانشگری قوچ‌هاست. قوچ‌ها گاهی بدون فکر یه کاری رو انجام میدن. مثلا ممکنه یه دفعه یه خرید گرون بکنن و بعد بگن ای وای چرا این کارو کردم. دومین نقطه ضعفشون بی‌صبریشونه. قوچ‌ها دوست دارن همه چیز همین الان درست بشه. اگه چیزی طول بکشه ممکنه کلافه بشن. سومین نقطه ضعف یکم خودمحورن. قوچ‌ها عاشق اینن که مرکز توجه باشن. گاهی یادشون میره به بقیه هم توجه کنن. ولی نگران نباشید. اگه قوچ هستید میتونید با یکم تمرین مثل مدیتیشن یا برنامه ریزی این ویژگی ها رو کنترل کنید. خب قوچ‌های عزیزم، کدوم یکی از این ویژگی ها رو تو خودتون دیدین؟ چطور باش کنار میایین؟ خب بریم سراغ یکی از جذابترین بخشا، قوچ‌ها تو عشق و روابط. اگه یه قوچ عاشق بشه کل دنیاشو میچرخه دور معشوقش، ولی خب یکم هم بی صبرن. قوچ‌ها عاشق چالشن، پس اگه شریکشون یکم مرموز یا سختگیر باشه بیشتر جذبش میشن، ولی از طرف دیگه اونا نیاز به آزادی دارن، پس نباید احساس کنن که محدود شدن. بیایید ببینیم که قوچ با کدوم از یکی از این نشانها بهتر جور در میاد. سازگاری نشان قوچ با لئو. این دوتا مثل یه زوج آتشینن، پر از انرژی و اشتیاق. سازگاری نشان قوچ با جوزا. جوزا با خلاقیتش قوچ رو سرگرم میکنه. سازگاری نشان قوچ با نشان قوس. هر دو عاشق ماجراجویی‌اند و کنار هم کلی خوش میگذرونن. سازگاری نشان قوچ با دلو. دلو با ایده های نوآورانش قوچ رو جذب میکنه و تو عشق و دوستی یه تیم خلاق و غیر قابل پیش بینی میشن. سازگاری های متوسط. نشان ترازو و عقرب میشه.
ترازو نقطه مقابل قوچه و میتونه مکملش باشه. ترازو آروم و دیپلماتیکه. قوچ رو متعادل میکنه. تو عشق ترازو عاشق جذابیت قوچه، ولی قوچ ممکن از کندی ترازو کلافه بشه. عقرب هر دو پرشورن، ولی عقرب عمیق و مرموزه. تو عشق رابطه جذابه، ولی حسادت عقرب و بی‌صبری قوچ ممکنه مشکل درست کنه. ناسازگاری ها و چالش ها. قوچ با نشان سرطان، کپریکون و ماهی ناسازگاری داره. سرطان یه نشان احساساتی و حساسه و قوچ یه نشان مستقیم و گاهی بی‌ملاحظه. به خاطر همین ممکنه باعث ناسازگاری و چالش ها براشون بشه. نشان کپریکون. نشان کپریکون یه نشان محتاطه. قوچ یه نشانیه که عجوله. نشان ماهی. نشان ماهی یه نشان رویاییه، ولی قوچ یه نشانیه که عملگراست. تو عشق و رابطه ماهی ممکنه حس کنه که قوچ زیادی عجوله. به خاطر همین ممکنه یه سری ناسازگاری یا چالش‌ها براشون به وجود بیاد. شما قوچ‌های عزیز به هم بگین که بهترین رابطه‌تون با کدوم نشان‌ها بوده، یا اگه با قوچی رابطه‌ای دارید چه تجربه‌ای داشتید ازشون. خب بریم در مورد رنگ‌های مورد علاقه قوچ صحبت کنیم. قوچ‌ها عاشق رنگ‌های پررنگ و پر انرژی هن. درست مثل خودشون. رنگ مورد علاقه اصلیشون قرمزه که نماد شجاعت و اشتیاقه. یک کت قرمز یا یه رژ لب قرمز برای قوچ‌ها معجزه میکنه. رنگ بعدی رنگ سفیده که نشون دهنده شروع‌های جدیده. یه تیشرت سفید ساده میتونه استایل قوچ رو خیلی شیک کنه. و رنگ بعدی نارنجی که حس خلاقیت و هیجان رو به قوچ میده. میتونه از این رنگ تو دکور خونتون استفاده کنید. مثلا یه کوسن نارنجی. خب حالا نوبتی هم باشه، نوبت سنگ‌های خوشیمن قوچه. این سنگ‌هایی که بهتون معرفی میکنم انگار برای قوچ‌ها ساخته شده، چون پر از انرژی و قدرته و کاملا با روحیه آتشین این نشان‌ها جور در میاد. قوچ‌ها به خاطر سیاره حاکمشون یعنی مریخ عاشق چیزایی هستن که بهشون قدرت، شجاعت و تعادل بده. بیایید با هم این سنگ‌های جادویی رو کشف کنیم. الماس، سنگ قدرت و شفافیت. اولین سنگ الماس که پادشاه سنگ هاست برای قوچ ها مثل یه سپر انرژیه. این سنگ نماد قدرت، شفافیت و اعتماد به نفسه. الماس به قوچ ها کمک میکنه که ذهنشون رو متمرکز کنن و از پراکندگی های انرژی جلوگیری میکنه. الماس با انرژی قویش مثل مریخ به قوچ شجاعت و وضوح میده. دومین سنگ یاقوت قرمزه. این سنگ پر از انرژی و شجاعته و به قوچ‌ها کمک میکنه تو موقعیت‌های چالش برانگیز قوی بمونن. اگه حس میکنید نیاز به یه جرقه اضافی برای پیش رفتن دارید، یاقوت قرمز بهترین دوستتونه. شما میتونید به عنوان جواهر مثل گوشواره یا دستبند یا توی مدیتیشن ها برای تقویت انرژی ازش استفاده کنید. رنگ قرمز یاقوت مستقیما با انرژی آتشین مریخ مرتبطه و شور و اشتیاق قوچ رو چند برابر میکنه. سومین سنگ جاسپر قرمزه. قوچ ها به خاطر پر انرژی بودنشون باعث میشه که زود عصبی بشن. جاسپر قرمز کمک میکنه این انرژی متعادل بشه و تمرکزتون بالا بره. این سنگ به خصوص برای وقتایی که قوچ‌ها حس میکنن بی‌صبر شدن یا زیادی تکانشی عمل میکنن عالیه. جاسپر قرمز با زمین و انرژی مریخ ارتباط داره و به قوچ‌ها ثبات میده. خب بریم سراغ سنگ بعدی که شاید تعجب کنید. آمیتیس. این سنگ بنفش و آرامش بخش برای قوچ‌ها مثل یه مرهم برای روحیه تند و تیزشون عمل میکنه. قوچ‌ها به خاطر اینکه زود عصبانی میشن و بی‌صبرن، آمیتیس کمک میکنه ذهنشون آروم بشه و تصمیم‌های بهتری بگیرن. آمیتیس انرژی‌های تند مریخ رو ملایم میکنه و به قوچ‌ها کمک میکنه تعادل پیدا کنن.
یه نکته جالب اینه که سنگ‌های قوچ توی فرهنگ‌های باستانی هم مهم بودن. مثلا یاقوت قرمز توی مصر باستان نماد قدرت و سلطنت بوده و پادشاهان ازش استفاده می‌کردن. الماس هم توی هند باستان به عنوان سنگ جاودانگی شناخته می‌شده. خب حالا شاید سوال براتون پیش بیاد که چطور از این سنگ‌ها استفاده کنید. این سنگ‌ها رو به عنوان جواهر، انگشتر، گردنبند، دستبند میتونید ازش استفاده کنید یا توی مدیتیشن نگهشون دارید. میتونید یه سنگ کوچیک توی جیبتون داشته باشین یا توی خونتون بذارین تا انرژی مثبت بیاره. هر چند وقت یه بار باید سنگاتون رو پاکسازی کنید. میتونید با آب بشوریدشون یا زیر نور ماه بذارین تا انرژیشون تازه بشه. مثلا تو شب ماه کامل یاقوت قرمزتون رو زیر نور ماه بذارین تا پر از انرژی بشه. یه نکته‌ای که بعد بهتون بگم اینه که سنگ‌ها رو باید بر اساس نیازتون انتخاب کنید بچه‌ها. مثلا کسی که مارسش توی چارت تولد ضعیفه میتونه از جاسپر قرمز استفاده کنه. خب بریم یکم در مورد ظاهر و استایل قوچ‌ها صحبت کنیم. قوچ‌ها تو ظاهر و استایلشون هم خاصن. خب صورت قوچ‌ها معمولاً زاویه دار، قلب مانند با پیشانی برجسته، چانه قوی و بینی متمایز که گاهی برجسته یا منحنیه. چشماشون تیز، هوشیار، بادومی شکل با نگاه نافذ، ابروهای ضخیم و گاهی نزدیک به بینی دارن. لبخندشون هم بزرگ و واقعیه و لبهاشون هم برجسته است. بدنشون لاغر، قوی و ورزشیه، قدشون متوسطه و راه رفتنشون سریع و پیشروه. استایل قوچ‌ها جسورانه و راحته. کت چرم قرمز، کتونی شیک یا ساعت بزرگ. برای خانم‌ها آرایش با رنگ‌های گرم مثل رژ قرمز، سایه نارنجی و برای آقایون استایل مینیمال با اکسسوری پررنگ. استایل مورد علاقه شما چیه؟ شغل‌های مناسب قوچ. قوچ‌ها تو شغل‌هایی که نیاز به سرعت و چالش دارن خیلی عالی‌اند. سیاره مریخ بهشون انرژی و شجاعت میده. شغل‌هایی مثل کارآفرینی، ورزش حرفه‌ای، مربیگری، پلیس، آتش نشان، نظامی، جراحی، پزشکی، فروش، بازاریابی و مهندسی. اینا شغل‌هایی هستن که بسیار برای نشانهای قوچ مناسبه. قوچ‌ها باید شغل‌های انتخاب کنن که خسته کننده نباشه. قوچ‌ها تو زندگی روزمره پرهیجانن. سرگرمی‌های مناسبشون ورزش‌های رقابتی مثل بوکس، دویدن و فوتبال، سفرهای ماجراجویانه مثل کوهنوردی، سفر جاده‌ای و همچنین پروژه‌های خلاقانه مثل نقاشی کردن یا ساختن چیزهای جدید براشون مناسبه. برای تخلیه انرژیشون پیاده روی صبحگاهی یا یوگا بسیار مناسبه. مثلا یه قوچ با یوگا تونست انرژیشو متعادل کنه و حالا روابط بهتری داره. خب حالا نوبت اینه که با هم افراد معروف و سلبریتی قوچی رو بررسی کنیم. و اما اولین قوچ معروف لیدی گاگا 28 مارس. شجاعت و خلاقیتش تو موسیقی قوچگونه است. دومین قوچ معروف رابرت جونیور 4 آوریل. روحیه رهبریش تو نقش تونی استارک یه قوچ واقعیه. و اما واستون 15 آوریل. جسارتش تو دفاع از حقوق زنان ستودنیه. این آدما نشون میدن که چطور قوچ‌ها با انرژیشون دنیا رو تغییر میدن. شما فکر میکنید کدوم سلبریتی دیگه قوچه؟ حدستون رو بنویسید. خب بریم سراغ داستان‌های اساطیری قوچ و ریشه‌های باستانیش. قوچ تو یونان با اریس خدای جنگ مرتبطه. نماد شجاعت و انرژی جنگجوییه. تو روم مریخ سیاره قوچه. داستان پشم زرین رو شنیدید؟ یه قوچ طلایی 2 بچه رو نجات میده و پشمش نماد قدرت میشه. این داستان نشون میده قوچ‌ها همیشه شروع کننده و نجات دهندن. تو فرهنگ‌های دیگه مثل هند قوچ نماد رهبریه. خب الان میخوام یه تست شخصیت ازتون بگیرم که شما متوجه بشین چقدر ویژگی‌های قوچ رو دارین. 5 تا سوال ازتون میپرسم که هر بله 2 امتیاز
گاهی 1 امتیاز و نه 0 امتیاز داره. آماده این؟ بریم سراغ سوال اول. عاشق شروع پروژه های جدیدی؟ سوال دوم. تو موقعیت های سخت اولین نفرین که پیش قدم میشین؟ سوال سوم. گاهی بی صبرید و میخواید همه چیز سریع پیش بره؟ سوال چهارم. عاشق رقابت و چالشید؟ و سوال آخر. رک و راست حرف میزنید؟ اگه امتیازتون بین 8 تا 10 شد شما یه قوچ واقعی هستی. اگه بین 5 تا 7 شد شما نیمه قوچ هستین و اگه زیر 5 شاید قوچ نباشین. حالا شما بهم بگین امتیازتون چند شد؟ شما چقدر قوچ هستین؟ خب حالا میخوایم تو این قسمت بررسی کنیم که اگه قوچ در بخشای مختلف چارت تولدتون داشته باشین چه اتفاقی میفته و چه ویژگیهایی پیدا میکنین. اگه خورشیدتون در قوچ باشه شخصیت اصلیتون پر از انرژی و شجاعته. شما رهبرید و عاشق شروع‌های جدیدید. مثلا توی پروژه کاری ایده میدید و همه رو هدایت میکنید. اگه ماهتون تو قوچ باشه احساساتتون پرشور و تکانشیه. عشقتون عمیقه ولی ممکنه سریع عصبانی بشین. مدیتیشن یا نوشتن احساسات خیلی کمکتون میکنه. مثلا یه فردی که ماه در قوچ داره تو بحثای خانوادگی سریع جواب میده و تند و تیزه. حالا اگه رایزینگتون قوچ باشه چی میشه؟ شما تو نگاه اول خیلی جسور و پر انرژی نشون داده میشین. راه رفتن سریعی دارین و نگاهتونم نافذه. مریخ در قوچ. مریخ در قوچ باعث میشه که شما موتور انرژی خالص بشین. تو عمل و رقابت بی‌نظیرید ولی ممکنه سریع عصبانی بشین. بهتره که انرژیتون رو تو ورزش یا پروژه های خلاقانه تخلیه کنید. ونوس یا مرکوری در قوچ. ونوس در قوچ تو عشق پرشور و جذابه ولی زود حوصله‌اش سر میره. همچنین مرکوری در قوچ رک و سریع حرف میزنه و تند و تیزه. اگه نمیدونید که چه سیاراتی در قوچ دارین در چارت تولدتون میتونید وارد سایت آستروسیک بشین و متوجه بشین که قوچ در کجای چارت تولدتونه. من یه ویدیو قبلا برای گرفتن چارت تولدتون از سایت آستروسیک تهیه کردم. لینکش این بالا براتون میذارم. حتما چارت تولدتون رو چک کنید تا ببینید قوچ کجای چارت تولدتونه. خب دوستان رسیدیم به آخر این ویدیو. امروز کلی در مورد نشان قوچ حرف زدیم. از شجاعت و انرژیشون تا رنگ‌های مورد علاقش، سنگ‌های ماه این تولد، ظاهرشون، شوق‌های مناسب این نشان، سازگاریش با نشان‌ها و چالشش با نشان‌های دیگر و همینطور بخش‌های جذابش مثل اسطوره‌شناسی و تست‌هایی که انجام دادیم. ممنونم که همراه هم بودین. اگه این ویدیو رو دوست داشتین یه قلب قرمز تو کامنت ها برام بذارید و کانالم رو سابسکرایب کنید. و سوال آخر اینه که قوچ‌های کانال کجان؟ کدوم ویژگی قوچ رو تو خودتون بیشتر دوست دارین؟ اگه دوست داشتین با ما در میون بذارید. تا ویدیو بعدی بدرود.